وزیر نفت قطر اونجا صحبت میکنه و پشت تریبون قرار میگیره، دشتاششو میگیره، اینطوری تکون میده، میگه من نفتی نیستم، هیچی از نفت نمیدونم، ولی شما بیایید یه میدان مشترک ما داریم با ایران، 8% مال اوناست، 8% مال ما، 16% گاز جهان تو این میدانه. شما بیایید این سیستم رو به گونه‌ای طراحی کنید که وقتی ایرانی‌ها از جنگ و بازسازی خلاص شدن، خواستن بیان چاه بزنن، به لجن بخورن و به آب شور. تمام حضار میخندن، همه میخندن. یه مشاور انگلیسی میگه من طراحی، شرکت توتال هم میگه منم حاضرم مشارکت. در طراحی اونها میان نزدیک مرز ایران سکوها رو قرار میدن، احداث میکنن، چاهایی که روی سکوها میزنن برای 165 میلیون فوت مکعب در روز گازدهی داره. 11 سال بعد ما میریم فاز 1 رو شروع کردیم اجرا کردن. به محض اینکه ما اومدیم لب مرز، توتال اومد کلاه گذاشت سر آقای زنگنه، اومد گفت میدان رو بدید من مطالعات در واقع لرزه‌نگاری 2 بعدی و 3 بعدی انجام بدم، محل چاها رو براتون تعیین کنم. مطالعاتی که انجام داد اومد فاز 2 3 4 و 5 و 6 7 و 8 9 و 10 رو دورتر از مرز، خیلی دورتر از مرز تعیین کرد. بعدن تو فاز 4 و 5 که ما فهمیدیم باعث شد تو فازهای دیگه بریم پایین، تو لایه مشترک تولید کنیم. امیر قطر قانونی وضع کرده که 15 سال به موازات مرز ایران دیگه چاه نزنن. اجازه گرفتن 300 چاه دیگه به موازات مرز ما بزنن. الان دارن حفاری میکنن. قطر 77 میلیون تن LNG تولید میکرد و صادر میکرد به اروپا. 100 تا کشتی LNG بر سفارش داد، تولیدش رسون به 110 میلیون تن در سال. الان تولیدات داره میرسه به 125 میلیون تن در سال که کل انرژی گازی اروپا رو تامین کنه. اون 2.5 میلیارد بشکه تا حالا تولید کرده، ما 50 میلیون بشکه. ثروتی که قطر به دست آورده از این میدان، چون بزرگترین درآمدش از همین میدانه، عدد بسیار بالاییه و ما در طرح تعیین خط مرزی بین ایران و قطر در سال 1966 اونجا داریم که این میدان به گونه‌ای تقسیم بشود که 8% طرف ایران و 8% طرف قطر باشه و تو اونجا به صراحت اومده با کلمه یونیتایزیشن بهره برداری بشه، یعنی یک پارچه سازی ما بهره برداری کنیم. اونا زودتر، بیشتر، جسورانه‌تر، یک طرفه، ناجوان مردان برداشت کردن و دارن میکنن. ما 11 سال دیرتر، دورتر از مرز، چندین سال تو لایه‌های فقط متعلق به خودمون، بعدم که دوزاریمون افتاده و فهمیدیم و آگاه شدیم، از لایه‌های مشترک برداشت میکنیم. خیلی از مرز فاصله داره. کشور در این زمینه‌ها رهاست. هیچ عقلانیتی در نظام حکمرانی و در مدیریت وزارت نفت و در عرصه انرژی کشور برای اینکه از این نعمت خدادادی که خدا حجتش رو بر ما تموم کرد، سرجمع نفت و گاز رتبه اول دنیا است. اصلا این حرف رو هضمش بسیار مشکله که 1% جمعیت بالاترین در واقع ذخایر نفت و گاز رو داره. بعد خاموشی داریم، ناترازی بنزین داریم، ناترازی گازوئیل داریم، ناترازی گاز داریم. این یکیشه. این دلایل عدم برنامه‌ریزی به موقع، عدم اقدام، 2 فساد در سیستم برای قاچاق و دزدی و عدم شفافیت.